یک مردک اگه تنظیم نبوده پیشتر برای فرزند خیلی پس پیش نگاه نمیکنن زندگی میکنن یک 15 نفر شده بعد همین هر بیگه ای کار خسته شده میومده که زنش سر میکرده نه آتش وقتش هم 25 نفر از فیلیه زنه قوت از تمام کرن نگیره کنم چکار میکنی 15 نفر پولی دفتر نوشته قلم کتاب مردک هر روز میاد همین گپا میشنوه دیدگیر شده است یک اهمیت داده که خانه همسایه با یک زن شوهر ندارد گفته هوای من زن دویم نکاح کرده میگیرم ای غروری زن خرید گره خوش خلاص میشم این برای شما احتیاط میتونه برای هر روز بزن نکنید تو زن بورگین بین کرده رفته همون نکاح کرده با خواهش گفته زنه من یک ماه کمک میرم پاما به خدا رفته است یک ماه پس اومده دورش شده گفته زنه بازی کردن پلاژه ممکن من 2 ماه دیگه نمیام 6 ماه با هم گفته رفته ما شاشو دا فکر کرده با هم پوچ دیگه فکر کرده اینطوری زنه که بالا پوچ بالا کول خیلی فهمیده رفته مردک چی نمیخواد شما چی پرابلماته یعنی چه گپ زنیته یک خانم بروادیم اگر کدوم مردک دو زن داشته باشه یک زنش کشد بعد چی هم شما که کشمی این زن گفته تو دیوانه نی 35 سال من از من میکشی 10 تا گلک سگره میموند 12 تا چیکار میکنی دیگه دست خرگام نیست زن گفته گوش کن من نغمام دامادی تی فهمیدم یک بار دیگه اثر دیوال پر با کازر نبرم و دختر همسایه کوش پیش من بیو پرامی من نشد دیگه این مرداش تو فهمیدن بود من بار فهمیدم تو خاطر گشتم خاطر گونه کو تیز رو مردا خودشون در دیگه رفت است اونجا اونم کوشی خونه همسایه این زنش داره باز میبینه باز میبینه این ساعت یک سال اشو داره نیست 3 سال اشو داره نیست تا ببینم که چی خدیر کرد بیچاره زنه که ساعت 2 شب واسه دیوار پاره داشت خونه تو که یگم کس نکشته یک اهمیت داره نوربون هست نه پایان داموندگی بود بالا موندگی شوهر من بالا هر جا باشد در بالای بام کشته شده میرسونه فهمم شده بیا ببینم بچه‌شو بخونم بعد جیگرم پر شود شد زور زده بالای بام برآمده بیاد که حقیقتا یک شوهرش زن دیگه کشته است اونجا کشته است تو این میگویی بزه کشته است تاجیکی یا نامزن بیلو عشق شرط بوسو بیسی او تو شکر نمیزن شما الان که فهم تو چیکار رسید اونجا این زنه دیده پیر خریش شد بریزه 6 ماه گم بدی آکشتنش که همی خیلی بود اول خود من نکشتی ببایی رکشی تو یک مرده که دیگر ریش کشتونه که زنش دور اومده هم مرده کنجی به هم کنجی از چی باید میگیریم؟ خریش میگیریم از چی باید 3 ماه شد گشته این روز میگیریم او خیلی گرفتم نه شما یکم بالا داره یکم اویمی نو یفتگی هم نه آخی چی کن رئیس ما گفت که ای پگارش کرد نبیم برای هوای میگیرم مایلش رئیس تو گفته باشد دردی بخیر مایلش گیری نیک خدا نکنه یکم اویمی رفته باشه بنزین خریفته پشر میکنم مرده که بیچاره ریش گرفته کارخانه رفته تو بگه فکر کنی موضوع خونه رو میزنم به چه فهمونم که ای باورش نبرم مثلا خیالم نکردم یا اون اوی من نیفتم نگاهش دیگه لکدیل جگر او خوردگی باید با بگه خدا با آمدش نگذارش آمده بی ها آمدم خوراک میخوره میگه که نمی مردک بیچاره میدونست که میبخشه من از درش ملایم خلوق یا روز خوراک من دو روز فراموش میکند تو از اگر هم دو یک اوقات نمیشه با جنگ شده خوبش اكو ای بالا هزار تا نه زن جون ما خود نمیخورم این زن تاجیک شما به بالا ریش نگرفته خالی کدام زنگ رفته سیر کرده رای کرده